چطوری بچه‌ها؟ اسمم امروماده و خوش اومدید به ویدیوی دیگه. امروز اومدم با یه پک آیکون فیفا که بعد از مدت‌ها بود خیلی کانتنت فیفا نداشتیم، اما امروز اومدم یه پک آیکون بستم. فیفا داده مثبت 92 همچنین که 84 رو بستم، 87 هم بستم قبلش. بریم سراغش و خوشحال میشم همین الان ویدیو رو لایک و حتما کانال رو سابسکرایب کنید و برای دوستان بفرستید که با کانال آشنا بشن. کلی ویدیو خوب و کانتنت خوب داریم. بریم چی میشه. بنویسید همین تو کامنت که کیو میگیریم از این پک. زده یه سری ایونت ها آیکوناشو میده، مثبت 92 هم هست. قراره این پک رو رولت کنیم. یعنی چی رولت؟ یعنی اینکه من به قولی نمیبینم و حالا تو هم یه چیزی رو صفحه شما نمیبینید. میریم توی قسمت سرچ بازیکن ها رو آیکون میذاریم، یکی کشورها رو میبینیم تا ببینیم کدوم کشوره مثبت 92 میتونه بازیکن خوبی بده. یعنی امیدوارم ما هم بازیکن خوبی بده. من میگم زیدان میده. ببینیم کیو میده و اگه درست بنویسید توی کامنت جایزه نفیس شما طلا میدید. پس هم الان ویدیو رو لایک. بریم سراغ باز کردن پک. تیمم نشون میدم اصلا تیم خوبی نشده امسال واقعا. اینو کارت موجود 5 تو لالیگا به تیمم نمیخوره. این چه کارتی؟ بریم سراغ پک ببینیم که کیو میده برم. ببینیم. خب واقعا آیکون ندارم. این میشه اولین آیکونم توی آخر بازی هم هست. یه فیفا 25 معرفی شده و تازه به اولین آیکونم بود. واقعا تیمم خوب نشد ولی خب اشکال نداره. این یه پک رو بزنیم. اول اینو میزنم. دیگه آخر بازیه. آقا یه کارت خوب، یه آیکون خوب بده من بذارم تو این تیم. دلخوشی بود. میخوام متد حسین توکلی رو بزنم. این پکم میاد اینجا مثل متدش خلاف دارم. میدونم به این ور برای میگرده این ور میدونم اینجا میریم تا چه کیتی این چی بود؟ 137,000 تا کوینه. چقدر کیت خوشگلیه. 40 کا کوین دارم کلن 40 کا کوین دارم. 40 کا این کیتا رو میتونم بگیرم. اینا خوشگله. خب برمیگردیم این ور. 1 2 3 زدم پک. من که از فردا تعطیلم تا باز شد. داره باز میشه. وای کیه خدایا. هر شب براه مویلا اومده بیرون. جوجه شب براه شب پیتزا براه. خب بعدش هم یه چیز دیگه براه. قبله رو زدم. آدم زدم. خب رفته تو کلاس. وای کیو گرفتیم؟ همین الان تو کامنت بنویسید. ویدیو رو لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. این در لایک، کامنت، سابسکرایب بنویسید. اینام بزنید ببینیم کیو گرفتیم. یا علی سرچ پلیرمون این تو قسمت کلاب. اولا که تیم تغییرانمون یه تغییری داره. باید اینجا ریس چینج رو بیارم تو. یه بازی اخراج شد. جای آن این هم قراره بره بالای موبیل 94 بشه. هنوز 90 هنوز اولوشنشو کامل نکردم. هم درازان هم مانیان گل ده. دیگه از این بدتر من میشه این تیم
خب دیدم که رفت، اما بریم سراغ وای این چند تا آیکونه، یه دونه چیز نداره مثلا من بذارم آیکون بیاره، چون ممکنه اون چیز نباشه. میخواید فقط ملیت سرچ کنم، چون چند نوع آیکونه ممکنه چیز باشه. بریم با ملیت از چیا شروع کنیم؟ یا پیغمبر مکزیک نباشی ها اوف مکزیک نیست، چون چند دو سه تا ایونت های کنه یعنی یه دونه رو میتونم انتخاب کنم. نیجریه نباشی ها استرس ایرلند نباشی ها رومانی نباشی ها نباشی سنگال نباشی نباشی ها وای نه اوکراین نباشی ها آقا نباش سی یعنی بر تاپن آخر نباشی اینم نیست، میدونم مثال راجم نیست. دانمارک هم نیست آیکون داره فنلاند؟ نمیدونم اینقدر استرسی شدم. نباشی کامرون نباشی ها اون رو گم کردم میدونستم نباش رسیدیم به تاپ 9 اول اسپانیا نباش بابا پویول آخه چرا اولی؟ مثلا میخواستم ایتالیا رو الان جدی میگم میخواستم ایتالیا رو بزنم بعدش اسپانیا اسپانیا دهنت سرویس خب پویول ولی به نظرم کارت بدی نیست. کجای این یارو میذارم؟ حاجی اینو کیمستری رو میذاره پایین، کجای اون که نمیتونم کجای این باید میذارم تو مواجه همو باید عوض کنم با این تفاصیل، اون کیمستریش دوه. این هم دو میشه؟ چی حالا رو دارم مواجه خب این هم از راضی نبودم، انتظار بازیکن بهتری داشتم ولی خب پویول رو گرفتیم. امیدوارم که از این رولت خوشتون اومده باشه. تا کلی کانتنت متفاوت و خفن تو راه فکر کنم ویالی رو میتونم بذارم یا نه
آره ویالی رو میتونم تا ویدیوهای بعدی بزرگ میسپارم. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه برای بقیه هم بفرستید. فعلا